سلام. ماجرا تا اونجای ادامه پیدا کرد که مرد داستان ما به همراه نازنین که به دنبال برادر گم شدهش نادر میگشت به رشت برای دیدن دوست نادر میرن. دوستش میگه من و نادر و حمید برای ماجراجویی وارد کلبه 7 دقنان شدیم که با شنیدن صداهایی از اونجا فرار کردیم. اما وقتی به ماشین رسیدیم حمید گفت تمام مدارک و کیف و حتی سویچ ماشین رو فکر کنم اونجا تو کلبه انداختم. وقتی به کلبه برگشتیم شب شده بود. حمید و نادر داخل کلبه رفتم، ولی من پشت پنجره های اون کلبه 10 چشم قرمز می دیدم که مثل چشم گربه برق می زدن. ترسیدم و پا به فرار گذاشتم، اما وقتی به ماشین رسیدم دیدم سویچ ماشین و کیف حمید همونجا رو زمین افتاده. و حالا ادامه ماجرا. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که ماشین رو روشن کنم و به سمت روستا برم که بعد چند دقیقه رانندگی مردی رو دیدم که از خونه بیرون اومد. مرد به ماشین نگاه میکرد که به سمتش رفتم و همه چیزو براش گفتم. بهم گفت بیا داخل، چون الان نمیتونیم به اون کلبه بریم. این موقع شب هیچ یک از اهالی جرأت رفتن به اون مکان رو ندارن. باید بمونی تا صبح. دوستاتم که گفتی سالم بودن، چیزی نمیشه انشالله. ولی من حتی 1 دقیقه نتونستم اون شبو بخوابم. تا خود صبح تو ماشین نشستم. همین که خورشید بیرون اومدم که برم به سمت کلبه، دیدم اون مرد با چند نفر که یه پیرمرد با لباس روحانی جلوی ایستاده بود به سمت من میان. همین که نزدیک شدن مردی جلو اومد و گفت مگه من به شما دیروز نگفته بودم اینجا نمونید؟ که شیخ با دست آرومش کرد و به من گفت سوار ماشین بشم. خودشون هم نشستن و به سمت کلبه حرکت کردیم. بعد رسیدم به کلبه، شیخ رو به کلبه دعایی خوندن و به سمت کلبه فوت کردن. بعد 2 نفر وارد کلبه شدن و بعد چند دقیقه حمید روی دوش بیرون آوردن. بهشون گفتم یکی دیگه باید باشه، که گفتن هیچ کس دیگه ای داخل نبود. این جوونم وسط کلبه روی زمین افتاده بود که آوردیم بیرون. اون شب اونجا موندیم و فرداش به سمت رشت اومدیم. حمیدو به بیمارستان بردم، چون اصلا حرفی نمیزد و فقط به آسمون یا زمین خیره میشد. حمید چند روزی بستری شد و بعد اومدن خانواده‌اش به تهران رفت و باقی ماجرا که خودتون میدونید. پرسیدم خودت چطور شد این وضعیت برات پیش اومد؟ گفت از 3 روز بعد اون ماجرا تو خواب و بیداری موجودی رو میدیدم که منو تهدید میکرد و میگفت شما به حریم ما وارد شدید و تاوانشو باید بدید، و میگفت نباید به کسی چیزی بگی، اگه حرفی بزنی خودت و خانوادت هلاک میشن. هر شب چند نفری میان اینجا و حتی در خواب اونقدر منو میزنن که بیدار میشم. جای کتکاشون کبود و دردناک میشه. از همون روز از نادر هیچ خبری نیست. پلیسم حتی تمام کلبه و اطراف بررسی کرد، اما هیچ اثری از نادر پیدا نکردن. کمی فکر کردم و بعد از اینکه به پدر میثم چند نکته که باید رعایت میکردن و گفتم، ازشون خواستم 2 روزی صبر کنن تا برای دیدن کلبه به سمت روستا برم و بعد برگشتن دوباره بهشون سر میزنم. پدر میثم گفت
امکان داره شب و اینجا بمونید و فردا به کارتون برسید؟ نگاهی به نازنین کردم. بعد از اینکه سری تکون داد قبول کردیم و شب رو اونجا موندیم. در طول شب هیچ اتفاقی نیفتاد و میثمم از چند متری من تکون نمیخورد که فرتیکا در گوشم گفت براش دعایی که میگم رو با گلاب و زعفران روی تیکه پارچه نخی به رنگ سفید بنویس و به دستش ببند تا 20 روز هم نباید باز بشه. از پدر میثم چیزایی که فرتیکا خواسته بود رو خواستم و بعد از فراهم شدن تمام کارها رو انجام دادم و پارچه نخی رو به بازوی میثم بستم. فرتیکا طلسمیو به من گفت. اون رو بر روی یک کاغذ سفید بدون خط نوشتم و 4 کنج خونه قرار دادم تا جلوی ورود این موجودات گرفته بشه. اون شب متوجه شدم نازنین نمیتونه خوب بخوابه و حتی نیمه شب بود که دیدم نور گوشه نازنین از اتاق روبرو بیرون میزنه. بلند شدم، به سمت اتاقش رفتم و در اتاق که باز بود و با انگشت زدم. نازنین بیرون اومد. ازش پرسیدم چرا بیداری؟ گفت مدت‌ها سردردهای عجیبی سراغم میاد که نمیتونم خوب بخوابم. ازش خواستم به حیاط بره و روی صندلی بشینه. منم چند دقیقه دیگه بهش ملحق میشم. وارد اتاق نازنین که خالی بود شدم. از فرتیکا پرسیدم و فرتیکا گفت تیکه پوست خارجی غیر قابل خوردن و دور ریختنی پیازو بردار و 2 حرف قاف تا رو با مداد بنویس. حتما باید با مداد باشه. بنویس و بعد نوشتن اون رو از جهت نوشته بر روی محل سردرد قرار بده و برای 10 دقیقه محکم ببند. سردردش خوب میشه. این رو هم اضافه کنم که حروف باید دقیقاً 2 حرف ق و ت باشن و به هیچ وجه هم نباید بیشتر از 10 دقیقه روی سر قرار داده بشه، چون باعث فشار به مریض میشه. بهترم هست بیمار دراز کشیده و بالشتی زیر مچ پاهاش قرار داد تا پاهاش در سطح بالاتر از سرش قرار بگیره. فرتیکا گفت بعد از 10 دقیقه پوسته رو برداشته و تیکه تیکه کرده در مسیر آب پاک یا در باغچه یا جای مشابه که تمیز باشه دفن کن. این رو هم تأکید کرد که حتما از انداختنش در دستشویی و انداختن در جاهای نجس خودداری کن. به بیرون رفتم و تمام کارها رو انجام دادم. البته نازنین از اینکه در حالت دراز کشیده جلوی من قرار بگیره حس کردم معذبه، ولی با هر شکلی که بود این کار رو انجام داد و سردرد نازنین از اون شب به لطف فرتیکا کاملا قطع شد. صبح روز بعد برای حرکت به سمت روستا آماده شدیم. البته از نازنین خواستم که بمونه، چون میدونستم خطرات زیادی میتونه همراه داشته باشه و ترجیح میدم که خودم شخصاً به این مکان برم، اما متوجه شدم نازنین به هیچ وجه قصد موندن نداره. برخلاف تمایل و اصرارهای خودم بالاخره همراهم شد. به سمت منطقه‌ای به نام بهنبر و روستای 7 دقنان حرکت کردیم. باید بگم که انجام چنین کارهایی، خصوصاً وقتی که قرار باشه وارد چنین مکانهایی پرخطر بشید، هر چقدر هم که انسان از نظر معنوی قدرتمند باشه و موکلین زیادی هم در اختیار داشته باشه، همیشه با یک سری از مسائل غیر منتظری میتونه همراه باشه. اونم خصوصا زمانی که همراه شما یه نفر دیگه هم باشه که هیچ اطلاعاتی از این وادی نداره. باید جدا از این که حواستون به شرایط و محیط و این موجودات باشه، بخشی از تمرکزتون رو به اون اختصاص بدید که البته وظیفه شما حفاظت از این فرد و همراهتون خواهد بود. به صومعه سرا
و روستای بهنبر که حدوداً نیم ساعتی با 7 اقدام فاصله داره رسیده بودیم که به نازنین گفتم باید جایی مستقر بشیم. البته جایی که خلوت باشه تا هم بتونیم استراحت کنیم و هم بتونم شرایط محیط و وضعیت مکان کلبه رو بسنجم. با توجه به وضعیت این منطقه که میدونستم به خاطر شرایط خاصی که داره مطمئناً رفت آمد برای افرادی که غریبه هستن به این مکان بدون جلب توجه مشکل خواهد بود. با پیشنهاد نازنین به داخل روستا رفتیم. به محض ورودمون چشمم به قهوه خونه خورد که پیرمردی خوش سیما با لباس محلی داخلش مشغول کار بود. به نازنین گفتم همینجا لطفاً گوشه ماشین رو نگه دار. پیاده شدم و به داخل قهوه خونه رفتم. وارد که شدم سلامی کردم. پیرمرد و چند نفر دیگه که مشخص بود از افراد بومی هستن دور هم نشسته بودن و مشغول خوردن چای بودن. با دیدنم همگی به سمتم برگشتن. پیرمرد با روی خوشی علیک سلام و خوش آمد گفت. بعد ازم پرسید مسافر هستید بابا جان؟ گفتم بله. پرسید برای سفر اینجا اومدید؟ گفتم بله، با همسرم هستم. البته تازه ازدواج کردیم. اومدیم برای ماه عسل. که همگی خندیدن و یکی که سن کمتری داشت رو به من کرد و گفت داداش همه ماه عسل میرن جایی برای عشق و حال، مثلا میرن کیش، اون وقت شما اومدید اینجا؟ که ناگهان متوجه شدم حرفشو با نگاه چپ پیرمرد قهوه چی خورد و دیگه چیزی نگفت. پیرمرد 2 چای برامون ریخت. تشکری کردم. سینی رو برداشتم و به سمت ماشین رفتم و جریان رو به نازنین گفتم. براش توضیح دادم که مشخص نیست چقدر اینجا باید بمونیم. احتمال داره یه شب یا حتی یه هفته ناچار باشیم اینجا بمونیم تا بتونیم نادر رو پیدا کنیم. این موضوع کاملا به وضعیت پیش اومده در اینجا بستگی داره. ولی تو این روستا 2 مشکل داریم. اول اینکه چون افراد زیادی برای ماجراجویی و دیدن اون کلبه میان، همه اهالی هر غریبه ای رو که وارد روستا میشه زیر نظر دارن. و مشکل دوم موندن این مدت، اونم بدون تجهیزات در طبیعت، کار سخت و البته اشتباهیه و حتما باید یه جا برای اقامت پیدا کنیم. بعد به نازنین توضیح دادم که به خاطر همین موضوع ناچار شدم داخل بگم که من و تو تازه ازدواج کردیم و برای ماه عسل اومدیم اینجا، چون این روستا و این محیط بسیار کوچیکه و حضور یک زن و مرد مجهول رو مطمئناً نمیتونن بپذیرن. نازنین لبخندی زد و گفت یعنی از الان باید ما نقش زن و شوهر رو بازی کنیم؟ گفتم چاره ای نداریم. راه بهتری سراغ داری؟ گفت نه، فکر کنم بهترین راه انتخاب کردی و حرفی ندارم. بعد از خوردن چای دوباره وارد قهوه خونه شدم. پرسیدم اینجا جایی برای اجاره هست تا بتونیم چند شب اقامت بگیریم؟ پیرمرد با کلی تعارف و به فرما زدن خونه ای رو نشون داد و گفت رفتی اونجا بگو عمو حسن منو فرستاده، هرچی هم خواستید به خودم بگید. تشکری کردم و چون خونه زیاد دور نبود پیاده به سمتش رفتیم. درب قرمز رنگ و بلندی داشت که با اولین ضربه به در صدای پیرزنی به گوش رسید که گویا تو حیاط مشغول کار بود. پیرزن در رو که باز کرد جلو رفتیم و همون حرفا رو براش تکرار کردیم و گفتیم از طرف عمو حسن اومدیم و بعد با کلی تعارف وارد خونه شدیم که پیرزن به سمت ایوون رفت و انتهای ایوون درب اتاقی رو با برداشتن کلید از زیر فرش باز کرد. وقتی وارد اتاق شدیم متوجه شدم یه اتاقی که با چند دست رخت خواب و یه تلویزیون کوچیک گوشه اتاق و یه سری وسایل دیگه خودنمایی میکنه.
به خاطر حضور نازنین و شرایط اونجا که فقط یه اتاق بود چیزی نگفتم و نگاهی به نازنین کردم. یه جورایی میخواستم که خودش تصمیم بگیره. نازنین هم به من نگاه میکرد که ازش خواستم چند دقیقه تنها صحبت کنیم. بعد از اینکه به گوشه از حیاط رفتیم به نازنین گفتم تو میتونی شبها تو اتاق بخوابی و منم به خاطر اینکه راحت باشی میرم و تو ماشین میخوابم. اینجوری فکر کنم مشکل رو بتونیم حل کنیم. نازنین با لحن جالبی رو به من کرد و گفت من 12 سال از عمرم رو خارج از ایران زندگی کردم. از نظر من مشکلی نداره. بیا بریم و کلیدو بگیریم و به کارمون برسیم. لطفاً تو هم زیاد سخت نگیر. متوجه شدم پیرزن به سمت نازنین میاد. با صدای بلندی چنان عروس گلم و دختر خوشگلمی میگفت که من و نازنین چند لحظه فقط مات و مبهوت مونده بودیم. شرایط جوری شده بود که یه لحظه خودمونو زن و شوهر میدیدم. رو به نازنین گفتم برو مادر شوهرت صدات میکنه. که البته باید اضافه کنم این محبت و حس صمیمیت ریشه در مهمان نوازی مردم گیلان داره و همیشه در هر جای گیلان میتونید این صمیمیت رو مشاهده کنید. این استان به خصوص در روستاهاش مردمانی به شدت مهربون و خونگرم داره و همین سادگی و یکرنگیاشون باعث میشه که همیشه همه آدما رو مثل خودشون بدونن که حتی پیرزن که اسمش رقیه خاله بود ازمون هیچ کارت شناسایی و مدرکی نگرفت. و وقتی خواستم کارت شناسایی خودم رو به رسم ادب بهشون بدم با روی بسیار خندون گفت پسرم ما بعد از عمری که ازمون گذشته آدما رو خوب میشناسیم و میدونیم که کی خانواده دار هستش و سر سفره پدر مادرش بزرگ شده و اینو خوب میدونیم که باید از چه افرادی دوری کنیم. حالا دست زنتو بگیر برین داخل که میدونم خسته راه هستید و استراحت کنید تا منم براتون نهاری آماده کنم. تشکری کردم و وارد اتاق شدیم. البته باید بگم که من به خاطر حضور فرتیکا و اینکه حساسیت بسیار زیادی که به ارتباطای من داشت با هیچ زنی ارتباط نداشتم، چه کاری و چه احساسی، و به نوعی از تمامی زنها و دخترها دوری می کردم. اما این بار برام خیلی جالب شده بود که فرتیکا نه تنها از حضور نازنین ناراحت نشده بود و واکنشی نشون نمیداد، بلکه دائما حواسش بود که هر مشکلی رو برای نازنین بتونه حل کنه. و من این موضوع رو از شب قبل که نازنین سردرد شدید داشت و فرتیکا کمکش کرد متوجه شده بودم. اما موضوع برام جالبترم شد که حتما در ادامه توضیح میدم. موضوع دیگه‌ای که فراموش کردم توضیح بدم در مورد ازدواج من و فرتیکا بود که بعد از اون اتفاقی که در روستایی در شهر فومن اتفاق افتاد تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. فرتیکا واقعا همه جوره حواسش به تمامی نیازهای من بود و از تمام جهات یه زن کامل و بسیار عالی بود. این رو هم باید بگم که سفر من به ترکیه و دیدن استاد یکی از اصلی ترین دلایلش شاید به خاطر به دست آوردن اطلاعات در مورد ماجرای فرزندی بود که سایروس تأکید کرده بود. البته این موضوع رو اینجا بیان کردم به خاطر این بود که در ادامه مواردی پیش میاد که مرتبط با این موضوعه و حتما براتون توضیح خواهم داد. بعد از گذشت حدود 1 ساعت تصمیم گرفتم به سمت بیرون روستا برم تا بتونم برسودا رو احضار کنم و ازش راجع به این مکان بپرسم. اساتید علوم غریبه خوب میدونن که موکلین سفلا از نظر قدرت و توانایی بسیار قوی تر از موکلین علوی هستن و البته خودم هم دوست نداشتم تا فرتیکا در این ماجرا حضور داشته باشه. انسان زمانی که به جنس مخالف دلبستگی و علاقه پیدا میکنه
همیشه سعی میکنه که از تمامی خطرها دور نگهش داره. این حس هم انسان و جن و پری نداره و یه جورایی همیشه بود و یه حس عمیق عشقی که همواره هم خواهد بود. من بعد اولین ارتباط نزدیک با فرتیکا حس میکردم عشق و علاقه‌ای که بینمون ایجاد شده اونقدر شدت گرفته که در بیشتر کارها ازش میخواستم ورود نکنه تا آسیبی بهش نرسه. زیبایی فرتیکا و احساس محبتی که نسبت به من داشت به نوعی یه دیوار نامرئی ایجاد کرده بود که بیشتر از این که این دیوار بتونه از من محافظت کنه، دوست داشتم از فرتیکا محافظت کنه. بعد رسیدن به منطقه خلوت و بدون حضور افراد بومی شروع کردم و برای احضار وردی رو خوندم که برسودا در کسری از ثانیه کنارم حاضر شد. ازم پرسید با من چه کار داری؟ ازش راجع به این مکان اون کلبه پرسیدم که برسودا گفت سالها پیش این کلبه محل زندگی بانویی تنها به نام عزت الملوک ساسانی بوده. این زن حدوداً از سال 1215 رئیس قبیله تالش بود که مردم اون رو با لقب ملکه جنگل میشناختن. این بانو بسیار ثروتمند و قدرتمند بود و در علوم غریبه بسیار مهارت داشت. موکلین زیادی به خدمتش بودند که همین امر سبب شهرت و آوازش در شهر انزلی و روستاهای اطراف شده بود. کلبه‌ای که عزت الملوک در اون زندگی می‌کرد در روستای رینه که روستایی چسبیده به این روستا که امروز 7 دقنان گفته میشه قرار داشت. عزت الملوک سالیان سال تنهایی در این کلبه زندگی کرد و پس از مرگش این کلبه به صورت متروک باقی موند. برسودا در ادامه گفت این کلبه قدمتی حدود 200 ساله داره. البته زمانی که این کلبه محل زندگی عزت الملوک بود بسیار زیبا و در میان جنگلی سرسبز و دلنواز قرار داشت و هر کسی اون رو مشاهده می کرد برای لحظاتی بهش خیره می موند. اما رفته رفته در طول زمان و با توجه به اتفاقات و وقایعی که در این کلبه صورت پذیرفته به حالت متروک در اومد. ازش راجع به این اتفاقات پرسیدم و گفت این زن به خاطر قدرتی که داشت دریچه های زیادی رو به علم ماورا و درهای بین عوالم باز کرده بود و موکلین این زن هم از همین طریق میتونستن رفت آمد داشته باشن. پس از مرگ زن این موکلین آزاد شدن اما این دریچه ها همچنان باز هستن و از همین طریق موجودات مختلفی امکان پیدا کردن تا به رفت و آمد بپردازن. حدود سال 1329 مردی که یه جادوگر یهودی بود وقتی متوجه اهمیت این کلبه و این مکان شد در این کلبه ساکن شد. اون با کمک موکلین شیطانی دست به انواع جادوها و طلسمات میزد و در انتها نیز خود جادوگر توسط همین موکلین شیطانی تکه تکه و به مرگ فجیحی کشته شد. جسد این مرد هم در محلی در همین حوالی دفن شده. منظور برسودا همون قبری بود که با سید ابراهیم برای نجات خانواده‌ای که تحت تسلط اجنه کافر قرار گرفته بودن به فومن رفته بودیم که در قسمت‌های قبل براتون شرح دادم. بعد از مرگ جادوگر و گذشت چندین سال همکنون نیز این مکان تحت اختیار 2 قبیله از اجنه کافر قرار گرفته که بسیار قدرتمند و بیرحم هستند و انسان رو دشمن خودشون میدونن. این قبیله قسم خوردن که هر شخصی که وارد این منطقه بشه رو به سختی مجازات کنن. از برسودا راجب نادر پرسیدم و اینکه چه بلایی سرش اومده که گفت این جوان تحت نفوذ
یکی از پادشاهان قدرتمند این قبیله قرار گرفته. تنها راه نجات این فرد استفاده از مراسمی خاص و البته همخونیه و نیاز داریم خواهرش هم در این مراسم حضور داشته باشه، چون برای پیدا کردن احتیاج به یه رد خون خواهیم داشت. پرسیدم رد خون چیه؟ گفت یه نوع همخونی از شجره خونی که بین افراد یه خانواده وجود داره. برسودا گفت قبل از اینکه بخوای به این کار دست بزنی و اون دختر رو به اینجا بیاری، باید بدونی که این دختر شدیداً بهت علاقمند شده. گفتم وضعیت منو میدونی، اینکه ازدواج من با فرتیکا این وسط مانع میشه. که برسودا با لحنی جدی به من گفت فرتیکا؟ برو ازش بپرس، اون خودش بهتر میتونه بهت کمک کنه. ازش تشکر کردم و انصراف رو خوندم که برسودا ناپدید شد. بعد رفتن برسودا فرتیکا رو حاضر کردم که متوجه شدم در تمام لحظات در نزدیکی ما بود و از تمام صحبت‌ها با خبره. من ازش در این خصوص پرسیدم و فرتیکا گفت من هم متوجه علاقه این دختر به تو شدم و حتی از این که تو هم نیز بهش علاقمند هستی. پرسیدم پس چرا سعی میکنی کمکش کنی؟ گفت ازدواج من و تو ربطی به این موضوع نداره و من همیشه در کنارت هستم، اما تو نیاز داری به این نفر از جنس خودت تا بتونه همه جا در کنارت باشه و بتونه همه جا حضورش رو کنارت نشون بده. از لحظه‌ای که متوجه شدم بهت علاقه‌منده، منم تصمیم گرفتم ازش حمایت کنم و اینو بدون حضور این دختر در زندگی تو بدون دلیل نبوده و مطمئن باش در کارها و تصمیمات آینده در شرایط سختی قرار خواهی گرفت. گفتم من چجوری باید راجع به ازدواج من و تو حضورت براش بگم؟ که گفت